کوزه ترک خورده. روزی روزگاری پیرزنی بود که هر روز با 2 کوزه بزرگ از رودخانه آب می آورد. یکی از کوزه ها سالم بود و تمام آب را در خود نگه می داشت، اما کوزه دیگر یک ترک کوچک داشت. زمانی که پیرزن به خانه می رسید، کوزه سالم پر بود، اما کوزه ترک خورده نصف آب خود را از دست داده بود. کوزه سالم بسیار مغرور بود و با خود فکر می کرد که چقدر عالی کار خود را انجام می دهد. اما کوزه ترک خورده همیشه شرمنده بود و از اینکه نصف آب را در طول راه از دست می داد، احساس ناتوانی می کرد. یک روز کوزه ترک خورده به پیرزن گفت: ای پیرزن من، بسیار شرمنده ام. ای کاش من هم سالم بودم. من نیمی از آب را در راه از دست می دهم و نمی تونم به اندازه کوزه سالم کارآمد باشم. پیرزن لبخندی زد و گفت: نگران نباش. آیا متوجه نشده ای که در طول مسیر، در سمتی که تو را حمل می کنم، گلهای زیبایی رویدند؟ این به خاطر این است که آب از ترک‌های تو به بیرون می چکید و این گلها را آبیاری می کرد. کوزه ترک خورده متوجه شد که حتی اگر کامل نباشد، باز هم می تونه تأثیر مثبتی بر جهان داشته باشد. او دیگر شرمنده نبود، بلکه افتخار می کرد که بخشی از زیبایی‌های اطراف خود را خلق کرده است. این داستان نشون میده که همه ما نقص‌هایی داریم، اما این نقص‌ها میتونند به شکلی غیرمنتظره به دیگران کمک کنند. مهم است که نقص‌های خود را بپذیریم و از آنها به عنوان فرصتی برای رشد و کمک به دیگران استفاده کنیم،